درباره 5 متهم نو در پرونده پرسر و صدای حمله تروریستی کروکوس سیتی هال برخی تفصیلات معلوم شده است. برخی منابع همه آنها را زادگان تاجیکستان می‌دانند، ولی خبرگزاری روسی تاس با تکیه به منابع خود تنها 3 نفر آنها را از تاجیکستان گفت. نام این 5 نفر روز 29 آگوست وقتی معلوم شد که دادگاه نویه بسمانی پایتخت روسیه زمان حبس آنها را تا 3 ماه دیگر یعنی تا 1 دکامبر سال 2024 تمدید کرد. نشریه روسی کمیرسانت روز 30 آگوست خبر داد که این 5 نفر گادایف شهرامجان نسیموویچ، اسماعیلوف زبیدالله اویداللهویچ، سولیف مستقیم عبدومنانوویچ، سولیف امیدجان عبدومنانوویچ، حمیدوف حسین عبدورسولوویچ 31 مارس سال 2024 در جریان عملیات ویژه در جمهوری داغستان دستگیر شدند. این 5 نفر در ساختمان‌های شهرهای مخچکلا و کاسپیسک به چیندن کافل مشغول بودند. آنها را به فرستادن سلاح به تروریست‌هایی که شام 22 مارس به تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو پایتخت روسیه حمله کردند ایبدار می‌کنند. باور می‌رود که حمله‌گران را با تیر و سلاح و پول مز از داغستان تامین کردند. کمیرسانت اون وقت خبر داده بود که دادگاه مخچکلا این افراد را بار نخست در اول ماه اپریل به حبس گرفت و روز 1 میلیون مهلت حبسشان را تمدید کرد. از جمله حکم حبس شهرامجان گادایف و مستقیم سولیف روز 3 اپریل صادر شد و طور بعداً زره مممای و سخنگوی دادگاه عالی داغستان خبر داد دادگاه نویه سویت شهر مخچکلا روز 4 اپریل زبیدالله عثمانوف، امیدجان سولیف و حسین امیدوف را نیز تا 1 میلیون به حبس گرفت. 4 نفر آنها به تروریسم و معاملات غیر قانونی سلاح و یکی دیگر تنها به تروریسم ایبدار می‌شوند. بنا به مواد پرونده این افراد به صف سازمان تروریستی بین المللی پیوسته ماه فوریه سال 2024 دوی آنها سلاح و مواد ترکنده به دست آورده در منزلشان در شهر کاسپیسک پنهان کردند. مرکز مطبوعات فیسبوک روز 1 اپریل خبر داد که 4 خارجی در داغستان دستگیر شده عضو شعبه تروریستی بوده مستقیما در تامین پول و سلاح برای عاملان حمله تروریستی در کروکوس سیتی هال اشتراک کرده، همچنین به انجام حمله تروریستی در یک مکان پر ازدحام در شهر کاسپیسک تیاری می‌دیدند. از نام و نسب دوی آنها سولیف مستقیم و سولیف امیدجان برمی‌آید که هر دو اکه و دادرند. امیدجان سولیف سال تولدش 1998 زاده شهر دوشنبه از ماه مارس سال 2024 بلافاصله بعد حمله کروکوس از سوی وزارت کارهای داخلی روسیه تحت جستجو قرار گرفته بود. درباره برادر او مستقیم یگان معلومات نیست، اما مقامات حفظ حقوق تاجیکستان گفتند که امیدجان سولیف به احتمال غالب شهروند روسیه شده است، چون که خیلی باز در دوشنبه زندگی نمی‌کرد. در دوشنبه همچنین گفتند که هیچ کدام از این 5 متهم اخیر از جانب مقامات تاجیکستان در جستجو قرار نداشتند. این 5 نفر بر اساس 5 بند کودکس جنایتی روسیه به جنایت‌های سنگین چون سوءقصد به انجام حمله تروریستی، تشکیل فعالیت سازمان تروریستی، غیر قانونی به دست آوردن سلاح و غیر قانونی تیار کردن مواد ترکنده ایبدار می‌شوند. پرونده‌های آنها را با پرونده حمله تروریستی کروکوس یک کردند. خود این 5 تاجیک دستگیر شده یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات آنها با سازمان تروریستی ولایت خراسان که پایگاه اساسیش در افغانستان جایگیر شده است و آن را شعبه شرقی دویش نیز می‌نامند ارتباط دارند. این سازمان تروریستی هم در روسیه و هم در تاجیکستان ممنوع مسئولیت حمله تروریستی شام 22 مارس سال 2024 در شهر کراسنوگورسک خونین‌ترین حمله تروریستی 20 سال اخیر در روسیه را به دوش گرفت.